مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 اکتبر سال 2022 از یک آدمکشی در اصفهان خبر داد. بنا به این منبع مقامات تفتیشاتی نسبت به یک مرد 56 ساله ساکن اصفهان بر اساس ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبر دیده شده است پرونده جنایتی آغاز کردند. گفته می شود که مرد دستگیر شده شام 6 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 هنگام در زمین‌های خواجگی دهقانی زرکوی شهر اصفهان قرار داشتنش با مرد 57 ساله ساکن اصفهان واخورده هر دو نوشاکی اسپریتی استعمال کردند. هنگام نوشی بین آنها مناقشه برخاست است و او به هم قدح حمله آورده با کورد یک چند مرتبه به گردن و اعضای بدن جبر دیده زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به ساکن دستگیر شده اصفهان بر اساس قسم 3 ماده 110 همچون جزا از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به امور وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان 22 حالت کشتار رخ داده است.